در حال رشد و تطبیق دادن منقارهای تیز، چنگالهای قوی و بالهای چشمگیر. در جهان بیش از 10,000 گونه پرنده وجود دارد که رنگ‌ها و اندازه‌های گوناگونی دارند، از کوچک اما مهلک تا عظیم و خطرناک. این شکارچیان هوایی از کشنده ترین سلاح‌های روی سیاره برخوردارند، از شاهین‌ها و عقاب‌های زیرک گرفته تا پلیکان‌ها و مرغان ماهیخوار آبزی، از جغدها و کرکس‌ها گرفته تا بزرگترین پرندگان زمین یعنی شترمرغ‌ها. آنها سلاح‌های کاملی برای تکه تکه کردن گوشت و به چنگ آوردن طعمه دارند. منقارها و چنگالها سلاح محبوب این مهلک‌ترین قاتلین طبیعت هستند، از کوهستان شمالی تا جنگل‌های حاری تا صحراهای هموار. در سرتاسر جهان این قاتلین آسمانی حضور دارند، با قدرت، سرعت و دیدی خارق‌العاده، با چنگال‌های کشنده و منقارهای تیز. عقاب‌ها چنین هستند. عقاب‌ها بیش از 60 گونه عقاب در سرتاسر جهان وجود دارند. اغلب آنها در آسیا و آفریقا یافت می شوند. این شکارچیان بسیار فرصت طلب هستند. آنها سرعت و قدرت دید بی‌نظیری دارند. عقاب‌ها حیوانات کوچک را هم می‌خورند، چه زنده و چه لاشه آنها را. عقاب‌ها از آسمان به شکار می‌پردازند. قدرت دید خارق‌العاده‌شان به آنها این امکان را می‌دهد که کوچکترین طعمه‌ها را نیز تشخیص دهند. منقارهای تیز آنان طعمه را قطعه می کنند. عقاب‌ها پرندگان بی نهایت سریع هستند. آنها می توانند به سرعت 350 کیلومتر در ساعت برسند. آنان قاتلینی چابک هستند. یکی از مهلکترین عقاب‌ها در استرالیا زندگی می کنند. او بزرگترین پرنده شکارچی در این قاره است، عقاب دمگوی. او منقاری مرعوب کننده، بالهای قوی و چنگالهای هلاک کننده دارد. او از بالا شکار می کند. آمریکا هم یکی از عقاب‌های بی‌پروا زندگی می‌کند. استاد ماهیگیری. آنها با دقت بسیاری از بالا طعمه را شناسایی می‌کنند. چنگال‌هایشان این مهلکترین سلاح آنهاست و طعمه را می‌رباید.
عقاب‌ها موجوداتی اسطوره‌ای در شکار هستند. قاتلین پرواز کننده متبحر، سلاح‌های آسمانی طبیعت،